و ما کان لهم من الله، نبود از جانب الله برایشان، من الله در مقابل عذاب الله، من واقع کسی منع کننده و نگاه کننده. نگاه کرد چانه زور خود داشتن، سموچا خود زده بود، دیوالای قلا را خو خیلی کلان کرده بود. کجا شد؟ کجا شد؟ قرآن برای ما درس میده. ذالک بانهم کانت تاتیهم، ای عذاب دادن از یا که یک دم الله یاره از بین برد، هلاک کرد. چرا؟ بسبب ازی بود که مردم ها کانت بود تاتیهم، می آمد برشان رسولهم پیغمبران علیهم السلام برایشان، پیغمبرانشان بالبینات بدلایل واضح قناعت بخش روشن که هیچ شک و شبه و غبار داشت دیده نمیشد. فکفروا، انکار کردن نپذیرفتن. الله میگه فاخذهم الله، گرفت یاره الله تبارک و تعالی به عذاب خود. انه یقینا الله قوی است، شدید العقاب، سخت عذاب دهنده است. کسی که عذاب بده باز دیگه کسی من نمیتونه. ولقد ارسلنا، برای از اینکه شما خب بیدار شوی، آگاه شوی، داستان موسی علیه السلام از ذکر میکنه. داستان موسی علیه السلام در چندین جا ذکر شده، اینجا برای یک مقصد دیگه است. شخص حمایتی موسی علیه السلام پیدا میشه که از متن و مغز فرعونی هاست. یک نفر که قرآن داستانش برای ما بیان میکنه تا روز قیامت مدح از او میشه. چرا؟ چی امتیاز داره؟ جوانا، برادرها و خواهرای جوان و مؤمن خوب متوجه باشه که چی درسا برای ما است. قرآن برای ما میگه ولقد ارسلنا، یقینا ما روان کردیم موسی علیه السلام بیااتنا، به معجزات خود، و سلطان مبین، به حجتی که خیلی آشکارا بود برای اثبات نبوتش. چرا؟ اونجا ساحرا را فرعون جمع کرد لیکن کلش چی کرد؟ از بین برد. ید بیضا و دیگه عصای موسی الی فرعون روان کرده بودیم، به فرعون و هامان به هامان و قارون به قارون. بعضی خو این ناماسته، هامان وزیر فرعون است، قارون آدم سرمایه‌دار در دو زمان است. لیکن بعضی میگه نه، الله تبارک و تعالی میگه موسی علیه السلام روان کردم، خدا مقابل سه طایفه میخیزه. همیشه کسایی که سلطه و قوت و حکومت داره و وقتی که یک نفر پرنفوذ میبینه که در منطقه در بین مردم کار میکنه، حراس داره که پاچایی بره نگیره، از او خاطر او راه ها را دیگه شروع میکنه برای تخریب ازی. دوم نفر که او چاپلوسی دولت هسته، وزیر و رئیس مقرر شده از طرف همون پاچای ظالم، او هم حراس داره که اگر نظام دیگه بیا بازی کشوفش این موتر این دسترخوان برای موجود نیسته، او هم تلاش میکنه. سوم سرمایه‌دار میگه که آلی حدود برای موازه میکنه، ای حلال است، ای حرام است، ای سود شد، ای کار نکوی، ای طور نکو، بس تمام خواسته های مرا باز چی میکنه؟ مانع میشه. از دو خاطر میگه یه هر سه الگو برای سه قوت هاست، یا فقط نمونه برای سه قوت هاست. فقالو گفتن ساحرون کذاب، ساحرون اول گپشان چیسته؟ ساحر است. گپای پیغمبرا خو بسیار دلسوز است، جذاب است، دلکش است، در قلب انسان داخل میشه. چرا؟ از کمال دلسوزی و بسیار شیوه چی؟ مؤدبانه و احترامانه. و خو راه های دعوت یاد داره. سخن پیغمبر مرمی که همینطور تاثیر داره که پرسان نکن. از او خاطر او مردم ها میگفت ساحر است. بعد از چی میگه؟ کذابون، دروغ میگه. پیغمبر همیشه بشارت و انذار میکنه و در مقابلش گفتن که نه، شما را میگه اینطور جنت ها، دروغ است. شما را میگه اینطور عذاب میاد، دروغ است. فلما جاءهم بالحق، هرگاه که موسی علیه السلام آمد در پیش از یا بالحق، با یک نظام واقعی، حقیقت، یکی مشتمل به حقیقت و واقعیت بود. من عندنا، الله میگه از جانب ما، خود ساخته نبود، خودش جور نکرده بود. قالوا اقتلوا، گفتن الا بکشش ابناء الذين آمنوا، پسرانی و کسانی را که ایمان آورده معه همراه موسی علیه السلام. چی نقشه های ظالمانه است؟ قبل از تولد موسی علیه السلام هم همین نقشه بود. دولتمندا همینطور کارا را میکنه، مردم نمیگذاره که سر بالا کنه، تضعیف میکنه قوت های از یاره، نیروهای فعالی از یاره ارجای خونسا میکنه. میگه یا دیگه در فعالیت نپردازه. بنی اسرائیل قبل از پیدا شدن و تولد موسی علیه السلام هم اینطور کرده بود. خب بعد از او که دعوت موسی علیه السلام شروع شد، یک چند تن قطعی موسی علیه السلام ایمان آورده، خصوصا امو ساحرا. آلی چی میگه؟ فرمان صادر میکنه. قال اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، بکشه پسرانی و کسانی را آمنو که ایمان آورده معه امرای ازوا، واستحیوا نساءهم، بگذاری زنای ازوا را، خیر است ازوا و قدر ترس نیستن و قابل خوف نیستن. خب مردایشان نمانه، مردایشان از بین ببره.
نقشه های استکبار است، نقشه های دولتمندا و زورمندای ظالم در هر تاریخ است. یک مانا اقتلوا بکش ابناء الذین، پسرانی و کسانی را آمنو که ایمان آورده معه امرای موسی علیه السلام، و استحیوا بحیا، بسازی نساءهم، زنایشانه. معاینه کنی که اولادا پیدا میشه یا نمیشه، جدیده مگر پیدا میشه او از بین ببره. دوم ترجمه. سوم واستحیوا نساءهم، بحیا بسازی، عمل زنا قطش بکنی به امرای زنایشان، نعوذ بالله، این کار بکنی. این نقشه های استکبار است. نقشه های استکبار امروزیم هو به هو همون نقشه فرعونی دیروز است، هیچ فرقی نداره. تنها یک فرق داره، اونجا قتل کردن ابنا، پسرا را، فرزندای ما را چطور قتل میکرد؟ در پیش روی در دم کارد حلال میکرد. لیکن کافر و فرعونی وقتی زمان ما بسیار ماهر شده، هیچ نمیفهمی که اولادی حلال کرده، از بین برده، لیکن تو نمیبینیم کاردیشه. شما خبر داری؟ بله. تلویزیونای مزخرفه، سینماها سانه ها را کشیده، مجلسای عریان و اختلاط دختر و بچه را کشیده. کل عمر بچه ما، بچه جوانی ما نیرو و قوت خود در چی مصرف میکنه؟ بگوی در مویشانه کردن، در خود چی؟ بگوی زیبا کردن، به یکی چیست؟ موتی جدید پیدا کردن. کل عمر بچهای پانتون الا ناکام شده. چرا ناکام شده؟ دخترای پانتون الا چرا ناکام شده؟ البته این قاعده عمومی نیست، قاعده اکثری است. امروز همونطور حالات آمده. کسانی که در صنف 6 در زمان سابق مکتب خوانده، حالی قطعی لیسانس چی میکنه؟ امتحان میده. چی فرق است؟ در اون زمان و این زمان در غذا فرق آمده. راحت و غذا و ترقی و پیشرفت و وسایل آسایش خیلی خیلی زیاد است. زمینه تعلیم در اون زمان خیلی زیاد بود یا عالی؟ عالی. خو این قدر کورساست که پرسان نکو. خو گپ کجاست؟ فرعونیای وقت جدیدی ما آمد، جوانای ما را ذبح کرد. ذبح. اینطور موبایلای ارزان برای افغانستان آمد که کلش کامره داره، کلش عکس فیلم پوری میکن. تمام روز در گوشی بچه جوانی ما چیسته؟ بگوی موسیقیست، گوشیگک است. در موتر که میری در افغانستان دنگ دنگ است، که در هتل میری دنگ دنگ است، که در دواخانه میری دنگ دنگ است. دیگه شخو چی میکنی؟ باز هنوز خود میگی استاذ کدام فتی شوقی نداری؟ در هتل نشسته باشه، هتلی رو میگه چی رقم هتلی؟ تا سرد و یخ. نه اینجا تلویزیون، نه چیزام نیست. کدام فیلمی خوب نداری؟ فیلم خوب هم برش میگه. نعوذ بالله. کلی وقت ضایع کردن است. از خیرخانه که تا اینمی چهارراه انصاری را میاری، 1 ساعت در موتر تیر میشه. 1 ساعت. اگر ما در اونجا یک کتابی خود پس بکنیم چقدر مطالعه کرده میتونیم؟ تا پوانتونه که میرسی 2 ساعت خو خامخا تیر میشه. ولی شما دمی همین قدر عمر دمید موترا گشته، در کدام جای کدام کتاب در دستی کدام شاگرد دیده؟ در دستی کدام استاد دیده؟ اخبار نمیبینی. دیگه شخو چی کن؟ ما او قدر زیاد در دیگه مملکت نگشتیم، در پاکستان گشتیم. در پاکستان شما باور بالله بکنی همین محصلین مکاتبشان ما کمال کتاب در دستشان، در هر موتر که است. اگر نیست اخبار در دستشان است، اگر نیست تبلیغی است، ذکر کده رایسته، تسبیگه که خود دور داده رایسته. خود در افغانستان نه، یا ایست که منازعه است بین موتر، یکی به سری دیگه بخیزه بزن. او میگه فلان خوب است، او میگه فلان خوب است. او میگه کرزی خوب است، او میگه نه فلان خوب است. بس دیگه زدن است. یا این نیست و یا یه چیزا وجود نداره، فقط دنگ دنگ است. اینی گپاسته. ایرا میگه ذبح کردن اولاد. اولاد ما ذبح است. واقعیت براتون بگم ذبح است. کوشش وجود نداره، محنت وجود نداره. و استاد ما محنت نمیکنه برای درس دادن. قطعا نه. که واقعا درس او بیگاه خواب قطع خود تمرین کنه، نقشه کشی کنه و بعد از او صبح برای شاگردای خود به بسیار طریق آسان بگوید. این گپا وجود نداره. کلشان این گپاست. یک مملکت غریب 30 دانه تلویزیون داره. ما چون در چند رسیده عالی 30 شبکه تلویزیونی داره. رادیو خودش شمار نمیشه. او کلش با جز از اوهام پرستی و مزخرفات و این نشری نعوذ بالله فیلمای غلط دیگه چیز نیست. کلش یا کلش حلال کننده است. یا لشکر فرعون است که ما را حلال کرده رویست. فرزندان ما را حلال کرده. در بدر کرده ما را. خاک بسر کرده ما را.
همینجاست. اینی را میگه نقشه، این را نقشه فرعونی میگه. و یستحیو نساءه، به حیا بساز زنایشان، چادرشان بگیره. این تو راه ها را شما باز کنه که یا خود به خود آماده به این شون که چادر را دور کنه. کافر هیچ وقت هم همینطور بر سری بازار اعلان نمیکنه که چادری را وسو کنه، حجاب وسو کنه. چرا؟ کلی مردم در مقابلش میخیزه، شرایط را آماده میسازه که دیگه نمیتونی. در مکتب استاده میباشه، اسکو حجاب از کجا پیدا کرده؟ برو در خانید بشی که خیلی این کارا میکنی، در مکتبی ما نبیا. معلم و سرمعلم استاد میباشه آنی؟ بله. دخترش با حجاب پس در خانهش روان میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. دفتر کار پیدا شده، خب کدام قسم دختر کار داره؟ شرایطش بیان کرده آنی؟ بله. بله. وظیفه داده میشه، کدام قسم؟ بله. مؤسسه است برای زناست، تنها زنا شریک شوه. خب شرایطش چیسته؟ یک شرط چیسته که پتلون چسبه بپوشه، دومش چیسته که دیگه ایجاب در سری رویش دیده نشود. اینی گپاسته. بی حیا ساختن چی را میگه؟ امروز در کدام سرحدی بی حیایی گپ رسیده؟ این نقشه فرعون است که قرآن برای ما بازگو میکنه و پیش ما پیش میکنه که اینطور حال است. شما متوجه نیستی؟ و ما کید الکافرین الا فی ضلال. بسیار زور میزنه، قدرت الله تبارک و تعالی است. روس آنقدر فعالیت کرد که هیچ پرسان نکو، آنقدر فعالیت کرده که هیچ پرسان نکو. و ما کید الکافرین الا فی ضلال. نیست حیله بازی ها، پلان طرح کردن و نقشه های شومه طرح کردن از کفار الا فی ضلال، مگر در تباهی است. پارسالام در ترجمه براتان قصه کرده بودم. فرانسه خیلی زحمت کشید به تربیت چند دختر از مالزیا را، خیلی زیاد برشان کردیت داد و رونق داد و در پانتونا چی کرد؟ به این خاطر که یا فرهنگی فرانسه را در اونجا وانمود کنه. خب الحمدلله روزی که فراغت حاصل میشد، تخرج شهادت نامه میگرفت، امو 5 تا دختر با حجاب آمدن در سری چوکی ها نشستن. و مردمایی که سالا کوشش کرده بودن گفتن نه 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 نمیشه، این مردم ما نمیتونیم افکارش برگردانده بتانیم به این قسم تا وقتی که ایمان از قلبشان نگیریم، این دستور از قلبشان نگیریم، این قرآن رابطهش با این قرآن قطع نکنیم. امروز کلی تلاشا به این خاطر است که رابطه با قرآن قطع شود، با دین قطع شود. این مردم فقط یک نعوذ بالله مردم مادیات پرست تربیت کنه که هیچ با دین خود رابطه نداشته باشه. از او خاطر حالی کوشش از جایی نیست که مردم یهودی و نصرانی بسازه، بیدین بسازه، بیدین خلاص قطع دین رابطهش قطع بکنه. کلی تلاشا به می خاطر است. مؤمن نمیگرده. یک روز 100 سال در بازار رفته به حجاب، یک روز در ترجمه قرآن میا سعی میکنه که امو حالت فطری خدا پس امی دختر چی میکنه؟ عملی میکنه. ان شاء الله این نقشه های شومی از یا اینمی رقم قطع خاک یکسان میشه ان شاء الله. آیت قرآن است. ما یقین داریم که هر قدر زور بزنه، هر قدر پولی خود مصرف بکنه، اگر یا بگویه که افغانستان به حجاب ساخته میتونه، کلا قطعا نه، نمیتونه ان شاء الله. این وعده الله است. و قال فرعون ذرونی اقتل موسی. گفت فرعون چی نقشه را میکشالی؟ ذرونی مرا بگذار اقتل موسی، که قتل کنم موسی علیه السلام. ولیدعو ربه، آواز بده به اللهی که به مو پروردگاری که میگه که او نگهبانم است. انی اخاف ان یبدل، ما خود میترسم سری شما. انی اخاف ان یبدل دینکم. اوه اینا دلسوز اینا آدمی دلسوز و شفقت کننده بالای رعیت. انی اخاف، ما میترسم. ایرا میگه سیاست فرعونی، ایرا سیاست شیطانی میگه. انی اخاف، ما میترسم ان یبدل دینکم، که تغییر بده دین شما را، روش مذهبی شما را. او یظهر فی الارض الفساد، یا ظاهر کنه در سرزمین فساد. الله اکبر. منطق مستکبرات چی رقم میباشه؟ مردمای ظالم همینطور است. اول خو مردم به چی دعوت میده؟ امروز در مقابل حق گویا مردم همین تبلیغات میکنه. ای دینی پدرها و بابایایتان از بین میبره، از مذهبشون ما را میکشه. همین تبلیغات است یا نیست؟ همین تبلیغات است. فرعونی تبلیغات کرد. مردم این قدر دلسوز سیکو. من میترسم که تبدیل کنه دینی شما را، ارزش های پدرایتان را، راه و روش سابقه که سالا دو فداکاری کرده، قربانی داده، او را از بین ببره. ایره میگه تحریک عوام. تحریک چی؟ عوام به این قسم تحریک کن. بس دینی پدرایتان نمیمانه.
دیگه چی میگه؟ و ایظهر فی الارض الفساد، یا ظاهر کنه در این سرزمین فساده. یک تعداد مردم خامخا گرویدی از وا میشه، نیرو جور میکنه، گروپ جور میشه، علیه ما میجنگه. دشمنای دین و مستکبرین همیشه همینطور میگه. کسی که دفاع از اراده خود، از حق خود، از زندگی خود، از آن چیزی که یک انسان حق داره در این دنیا، در این روی زمین زندگی بکنه، از او که دفاع میکنه، ایره چی میگن؟ ایره چی میگن؟ بگه فساد میگن. وی یا فساد میگه شا، ایره فساد میگه. اگر ما از دین خود دفاع میکنیم، مجله نوشته میکنیم، سنگر میگیریم، ایره چی میگه این مردم؟ امروز چی نام مانده شه؟ تروریست. ایره بگه تروریسم نام مانده. آدم از ایره تروریست میگه. همیشه این همینطور است. دنیای کفر و مستکبر اینمی قسم تعبیرات داره. مردم گول میزنه، ایره فساد میگه، ایره فساد میگه. کمونستان نمیگفتن مجاهدین؟ اشرار نمیگفتن؟ فسادیان نمیگفتن؟ بس این نوع نیست. دیو زمانم همینطور تکرار میشه، آینده هم تکرار میشه. و قال موسی انی عذت بربی و ربکم. میفهمی که آل فرعون با این نیروی قوت خود مشورم داره قطعی قومی خود، مردمم علیه ازی تحریک کرده. کدام طرف شو آدم؟ کدام طرف بره و بگریزه؟ چی چاره داری؟ بله موسی علیه السلام به ما درس میده. در تنگناکی قرار گرفتی خودت تنها محسوس نکو، اینطور فکر نکو که بس دیگه رفتم. نه، الله هست که تو را حمایت میکنه. قال موسی علیه السلام میگه انی عذت، من پناه میبرم، بربی پناه میگیرم، بربی به پروردگار خود، و ربکم به رب شما، مالک متصرف شما هم، من کل متکبرین، از شر تمامی متکبرین، کسایی که از تکبر کار میگیره، خود کلان میتراشه، لا یؤمنو بیوم الحساب. اصل مایه غرورشان میسته که روز حساب عقیده نداره، نمیترسه که یک روز الله قطمه حساب و کتاب میکنه. از اون طور مردم الله به تو پناه میبره. کسی که عقیده به روز آخرت نداره او بسیار ظالم است، او بسیار متکبر است. از او خاطر موسی علیه السلام به الله پناه میگیره، به ما درس میده. ما هم در این طور مردمایی که تکبر میکنه، به روز آخرت عقیده نداره، به الله پناه ببره. و قال رجل مؤمن. برنامه های خیلی بزرگ کی، توطئه های خیلی بزرگ کی قطعی خط یکسان کده میتونه؟ یک نفر. مجلس گرفته شده می باشه، از هر طرف میگه او برادر همون نفر پیدا شده، زد مذهب از بین برد، اینطور کرد، مردم وابی ساخته. یک نفر بری منع کنشه، یک نفر کلی همی مشکل خونسا کده میتونه. در یک مجلس همیطور زورگویی ها بود. الا سری کی بود؟ سر ما. منع کنشه، نمانشه در ترجمه. یک نفر خیس گفت قرآن هم کسی منع میتونه. سر آتش آب انداخته شد. کسی دیگه جرأت نداشت که بگه که بله والا دیگه کس نبود. یک نفر. کلی توطئه دشمنی نمی قسم یک نفر خونسا کده میتونه. در مسجد اتر بخش با تیزی و غرور ملا تقریر میکنه ای نه مردم تحریک میکنه. یک دفعه بخیز بگو کدام چیزی که فلانی دعوت داده حق است یا نه، ده حدیث است یا نه. یک سخنی تو اینجا بمی اتم است، انفجار میکنه، کل گیره میخوانه. خب به شرطی که رجل مؤمن جور شویم. عجیب درساست، قرآن عجیب داستانا را برای ما بیان میکنه. این درسایی است که ما روزمره در پیش زندگی ما پیش میشه. برنامه را کی کامیاب میکنه؟ یک نفر. و قال رجل مؤمن. نقشه را فرعون طرح میکنه، کلانا نشسته، نظر به روایات، نظر به قول بعضی مفسرین اموزاده بچه کاکای فرعون است، بعضی میگن نه خاله زاده فرعون است. قرآن معلوم میکنه که از جمله تابعدارا کسایی که مجلس فرعون پر کرده، از امو جمله مردم ها یک کسی ایمان آورده، عقیدت داره، اخلاص داره به موسی علیه السلام. چطور نقش فرعون قطی خاک یکسان میکنه؟ و قال رجل مؤمن. قرآن از او تعبیر بر رجل مؤمن میکنه، نامش نمیگیره. چرا نامش نمیگیره؟ همین آدم نام داشت یا نداشت؟ نام داشت. قرآن چرا نامش نمیگیره؟ الله اشاره میکنه این امتیاز، این خصوصیت تنها برای او شخص نیست. در هر تاریخ و زمان اگر همینطور آدمی مؤمن پیدا شد، مؤمن در هر تاریخ اگر این تو رجل مؤمن پیدا شد، در کاخ بزرگ ظلم فرعونم مبارزه کده میتونه. به ما چی درس میده؟ ما قطعی کی رو برو میشیم؟ قطع فرعون؟ کلا قطعا نه.
ظالمترین شخص ما هم برابر عشر عشیر ظلم فرعون. او خود دعوای ربوبیت میکرد، رب هستم میگه. قرآن چی درسای عظیم بر ما میده. موسی علیه السلام از قصر فرعون تربیت میشه، از قصر فرعون. الله تبارک و تعالی در قصر فرعون هم چی هسته؟ بگوی زن فرعون مؤمن تربیت میکنه. خدا مجمعی ملام یک رجل مؤمن هم تربیت میشه. من آل فرعون از کجا است؟ در کدام طایفه تعلق داره؟ از آل فرعون است. بله اینطور نگویی که این مردم ها خیلی غلط است، این مردم ها کلش کمونست است، این مردم ها اینطور است، من برای از یاد تبلیغ نمی کنم. نه، در هر مجلس تبلیغ بکن، در هر مجلس از مرکزش میبینی که همون مرکزی که قطعی تو ضد داره نفر میخیزه طرفداری تو. الحمدلله ما آلی از او طور جای نفر دارم که پدرش پیر است. چی است بگه؟ پیر است، پیر. بچهش قطما. الحمدلله بگوی هی گپ است، نگویه که تاثیر نداره. در مجلس بیان حق شوه. یا مزال فرعون است. یکتم ایمانه که پت میکنه ایمانی خدا، حال خدا پت کردن در دین آمده. یکی کتمان حق است، یکی کتمان حال. خب گوشی تا نبیگیری. آن چیزی که قابل اظهار است و حق است او را بیان کردن این فرض است و کتمانش چی است؟ لعنت الله است. ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بیناه بگه للناس فی الكتاب. اونجا باز لعنت الله متوجه میشه. یکی حال خدا پت کردن است. از همون خاطر این مردکه دو قسم عمل انجام داده. در موقعی که حال قابل پنهان کردن است، حال پنهان کن. در موقعی که اظهار حق میشه باز اعلان میکنه. علی برای ما درس میده. ملا صاحب تو را میگه، ملا صاحب در یک جای حالی تا پنهان کن، نو ملا میشی نو ملا میشی. نگو که من اینمی عقیده را دارم، فقط ایطور قوانین بگذار که مردم باز بگیری سبارز. چه رقم قوانین بگذار؟ او مردم مرا مولا امام جور کرده. بله آن چیزی که حق است پیروی میکنم، که ناحق است قطعتان نیستم. صحیح است؟ بله صحیح است. وام میگه، وام خود حق میگه. آن چیزی که سنت است او را عمل میکنم، که بدعت است نمیکنم. صحیح است؟ بله. خو که اونجا موقعش رسید، حالی تا خو پت کرده اینه تا را گرفتن. موقع چی میاد کرد پیتلا ملا صاحب تو خود دعا نکردی؟ بعد است دیگه ملای ما دعا میکرد. بیا ما و شما خو یک فیصله کردیم. چی فیصله کردیم؟ اگر سنت است میکنم، اگر بدعت است نمیکنم. شما قطعا قبول کردی؟ قبول کردی. بله سنت بودن از ایره برای ما، روا بودنش برای ما ثابت کنی. بس رو چش قرار دیگه آرام بشی. یا میدانه بگوی ملا گشتی.